بی تو اما همه جا ابری و غم گرفته است ابر آسمون یه قطره بارونم نداره تو اگه باشی آسمون صافه قصه ها پشته کوه قافه با تو من بهارم بی تو شور زارم وقتی هستی خوبم وقتی نیستی بی تو یه قاب شکسته رو دیوارم ببخشید زایقا همین بلکم حال من میفهمم که کار اصلی تو چی است. کیستی؟ سلام نرگس جان، مادرت و پدرت خوب است؟ سلام، خوب هستن، تشکر بسیار زیاد. باشین شما را مادرت خوب است؟ بیبی جانت خوب است؟ تشکر زنده باشین. خود نام شما؟ اسبت خوب است؟ خانهت خوب است؟ اسبم یک ذره مریض شده اما میکروبت خوب است؟ چه قسم سوال هسته؟ جگرت خوب است؟ پایت خوب است؟ تو کی هستی؟ دندانت خوب است؟ من گفتم کی هستی؟ کیستی دیگه؟ روزم گم شد. مثل از این که یک ذره اوقات تلخ است. چرا؟ سوالای دیوانا گیف چرا میکنی؟ یک خط آمد و کارت ساخته. امو تو بودی؟ نرگس جان، تو هنوزم چقدر چالاک هستی. فکر میکنی که من لاف میزنم؟ من راجع به مواد کیمیایی هیچ وقت مذاق نمی کنم. بسیار این موضوع جدی است. تو چی میفهمی؟ راجع به هر چیز میفهمم. روغن جور شد. تجارتت ارزان است. روغن جور میکنی. روغن جور کن. حیفز کار کن. کارگرایت زیر تاثیر قدرت و پیسه تو هستند. مثل غلام مورد کار میکنن. اگر یک نفر غلطی کند روغن ما چی شد؟ خب نگذار. تو میکشیشان. باباچه نکش مرا. نه تو زخمی بنامه نه بسیار ازت همگی میپرسن. اما من نمیترسم. من حقیقت را میفهمم. کارگرم هستی؟ اگر راجع به کار است و کس بگویی من میکشمت. زبانت بجاو یک دقیقه. تمام دنیا فکر میکنه که کمپانی تو روغن میسازد. اما من سرت میفهمم. من میفهمم که پولت از کجا میآید. پول فاسد تجارت بیقانونی میکنی. تو رشوت میخوری و ورقهای ساختگی میسازی. کجاست اقسامنا؟ همینجا بکشن. تشکر. تمام از این چتریات در دنیا که میبینی از دست توستک. از من چی میخوایی؟ 6 بیلیون دلار میخوای. و ما انگشتر یا خود که یگانه تا میکشی. 6 بیلیون؟
سرت شادی خورده؟ خی ورقای بزد تو را به حکومت نشان بتم؟ नहीं मेरा बेटा है چی؟ چیز نه پیسه تو میارم خی بیا یک قرارداد کن. تو پیسه رو تیار کن و یک نفر نشانی برام بگو و من یک نفر رایی میکنم همچنان. امی دو نفر یکی دیگر ملاقات میکنن. نفر ما به یک طرف سرک داده میشه، نفر خودت به طرف دیگر. از سرک تیر میشن، میخوایم که بکسا رو تبدیل کنم. فهمیدی؟ خی یک کس روان میکنم واسه است. خی تشکر از تلفن شما خیلی سلام بگویم میگیره. خب پناهی به خدای کریم رئی با مان خدا. بچه‌شم خی خدا حافظ خدا حافظ. بازار شنیدی؟ نه نشنیدم. به تلفن بودی. چی شد؟ خب بیا دیگه که برای تشریف کنم خب خب خیلی قرارداد ما قبول شد. پرسیا برو بحث کنیم.